سرخط مهمترین خبرها: امضای سند میان خدمات علاقه و یک شرکت چینی. روسیه اوکراین را به حمله به قرارگاه پوتین متهم کرد. کیف این را دروغ خواند. و سال سخت برای پیوندان چهره‌های شناخته زندانی. سلام بینندگان عزیز، مهمترین خبرها از تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنیم. امروز 31 دکبر سال 2025 است. خدمات علاقه تاجیکستان در بخش مخابرات که سالها باز برای سرعت سست اینترنت تنقید می شود، با یک شرکت چینی همکاری را آغاز کرده است. یادداشت تفاهم در این باره 29 دکبر امضا شده است. در خبرنامه رسمی خدمات علاقه آمده است هدف از امضای سند با شرکت جیند انبنگ تکنولوژی دیولپمنت همکاری در ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، نوسازی انفراستراکچور رقمی و پیشبرد اقتصاد رقمی در تاجیکستان است. جزئیات بیشتری یادداشت تفاهم و شرط و شرایط همکاری تاجیکستان با این شرکت چینی معلوم نیست. نمایندگان خدمات علاقه پیشتر گفته بودند به خاطر بهتر کردن صفت و سرعت اینترنت از چین تجهیزات وارد میکنند. حامیان حقوق از احتمال تکرار تجربه چین در مورد محدودیت ساکنان در دسترسی به اینترنت نگرانند. طبق اعلان نمایندگان خدمات علاقه، قرار است تا سال 2028 در تمام کشور 7600 پایگاه چینی نصب شود. تاجیکستان به گروه کشورها با ضعیفترین سرعت و خدمات اینترنتی داخل می شود. وزیر کارهای خارجه روسیه نیروهای اوکراین را متهم کرد که گویا شب 29 دکبر به قرارگاه ولادیمیر پوتین در ولایت نوگوراد با پهپاد حمله کردند. سرگئی لاوروف گفت در این حمله 91 پهپاد استفاده شده است، اما این حادثه یگان تلفات و ضرری در پی نداشته است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اظهارات وزیر کارهای خارجه روسیه را دروغ نوبتی خواند. با گفته زلنسکی روسیه تلاش دارد بر روند مذاکرات صلح خلل رسانده برای حمله به بناهای حکومتی در کیف بهانه آماده کند. در همین حال وزیر کارهای خارجه روسیه تهدید کرده است که ارتش روسیه مکان و زمان حمله جوابی را انیق کرده است. سرگئی لاوروف گفته است که مسکو از روند مذاکرات با آمریکا بر سر پایان جنگ در اوکراین بیرون نمی شود، اما موقع خود را بازبینی خواهد کرد. یوری اوشاکوف، یاوری رئیس جمهوری روسیه، گفته است در گفتگوی اخیر تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ موضوع حمله به قرارگاه پرزیدنتی در نوگوراد بررسی شد. در حالی که کاخ سفید در این باره چیزی نگفته است، یاوری پرزیدنت روسیه میگوید ترامپ از خبر این حمله حیرت زده شده است. با گفته اوشاکوف، ولادیمیر پوتین به ترامپ گفته است که حمله بی پاسخ نمیماند و روسیه موقع خود را در مذاکرات بازبینی خواهد کرد. کرولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ با پوتین درباره اوکراین صحبت مفید داشتند، اما دیگر جزئیاتی نداد. خود ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفت که از تلاش حمله به قرارگاه پوتین خشمگین شده است، چون فعلا زمان مناسبی برای چنین کار نیست. ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کدام فکت و دلیل حمله گفت ما این را میفهمیم. شریف نظروف، مربی شناخته فوتبال تاجیک، پس از بیماری وزنین و طولانی روز 3 دکبر در شهر دوشنبه از عالم درگذشت. او 80 سال داشت. نظروف در سالهای 60 و 70 سده گذشته در دسته‌های پختکاری قرغان‌تپه و پامیر دوشنبه حمایتگر بود. او اصلاً به حیث مربی فوتبال مشهور شد. خدمت شریف نظروف در دستاوردهای دسته پامیر دوشنبه بی‌نظیر میباشد. محض تحت رهبری وی سال 1988 پامیر به لیگ عالی قهرمانی SSC راه خط گرفته، سپس تا فروپاشی اتحاد شوروی در لیگ عالی موفقانه بازی کرده است. با رهبری شریف نظروف دسته منتخب ملی تاجیکستان سال 2006 برنده جام دعوتی AFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. شریف نظروف از ماه ایون سال 2009 رئیس باشگاه فوتبال ریگر تدزی ترسنزاده بود. بعدا در دوشنبه مکتب فوتبال شریف نظروف تأسیس یافت که او همراه شاگردانش به تربیت فوتبال بازان نورس مشغول بود. شریف نظروف یگانه نماینده جماهیر آسیای مرکزی می باشد که با دریافت عنوان بلندترین و فخری مربی شایسته SSR موفق گردیده است. برای خانواده شاکرجان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، سال 2025 سال سخت بود. همسر و فرزندان شاکرجان حکیموف برای اثبات بیگناهی او در بدر مقامات گشتند، اما کوشش‌هایشان نتیجه نداد. خود شاکرجان حکیموف هم به گفته همسرش در داخل زندان احوال خوبی ندارد. همسر شاکرجان حکیموف میگوید که بعد زندانی شدن شوهرش سلامتی او هم بد شد. ما خیلی فکر نداشتیم که همین میشد. فرزنده هم عصبانی، خودم عصبانی، اهمی عصبانی دولینیم پس نمیشد. قان نداشتم، قان پیدا کردم. فقط همین زقی بولی زقی شد ما خیلی امید نداشتیم که خیلی یک مردکی خاک سوری پروفسور
همه خیلی چکره شیناندن. شاکرجان حکیموف در ماه فوریه سال 2025 در دایره پرونده مشهور قصد تبدلات با اتهام خیانت به دولت و برانگیختن کینه عداوت یا نزاع اجتماعی به 18 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش از حکم راضی نیستند. نزدیکانش میگویند که شاکرجان حکیموف از آن زیاد عصبانی می شود که به یگان گناه زندانیش کردند. احوالشان عصبانی، عصبشان ویروس تبلیت که برده بودیم تبلیت که فایده نکرد، اوکال بردیم اوکال گرفتیم. بسیار عصبانی، همین تلفن که هم گم میزنن عصبانیشون معلوم که عصبی. شاکرجان حکیموف در زندان شهری وحدت ادای جزا میکند و هر 3 ماه با پیوندانش وا میخورد. یگانه وسیله دلخوش شاکرجان حکیموف در زندان شاهمات بازی بوده است. حکیموف تا زندانی شدنش همراه دوستانش در محله قزاقان شهر دوشنبه شاهمات بازی میکرد. شахмат بازی میکنن. уже 2 بار شахمатشون تلفن کردن که شахмат ما آورده تیتان گفته شахматشون بردیم. 2 بار یکم جای گرفتن، خرسند شدن که من یکم جا گرفتم. ما خندیده گفتیم که خش ما شахматисти ماهر و پروفسور بودی شахмат بیام. گفته میخندیدیم چی میکردیم. اما شахмат هم بردیم. گفتن که چی شахмат آوردی؟ همین چند شахмат ها بسیار مگفتم نه یعنی خودشان. گفته چی کردیم؟ یعنی خودشان برده دادیم قبول کردم. بعد سال 2025 خانواده شاکرجان حکیموف برای اثبات بیگناهی به دادستان کل، دادگاه عالی، دستگاه اجرایی پرزیدنت و دیگر مقامات مراجعت کردند، اما به گفتهشان همه این مراجعت ها فایده نداشت. با وجود این خانواده حکیموف امیدشان را از دست ندادند. آنها تنها یک درخواست دارند. امید دارم من خدای مهربان، امید دارم دنیا با امید گفتگی میخوام که تست جواب تینو پیش فرزنده و بیان. فرزنده و نبیره ها یاد کرگی نبیره ها فقط میگن بابام کنی میگم فقط بابا رهی دور رفتگی. گفته نمیتونم که بابا در محبس. گفته نمیتونم من مونده شده بخیر تا که من گپی دروغ میزنم نبیره هم با التماس میکنم التجا میکنم که تسیز بیگناهشون به نظر گیرن و سالی نو جواب تیم. شاکرجان حکیموف 59 سال دارد و از کمترین سیاستمدارانی بود که تا بازداشتش آشکارا نظرهای انتقادیش را بیان میکرد. چند سازمان حامی حقوق بین المللی از حکومت تاجیکستان آزادی شاکرجان حکیموف را طلب کردند، درخواست‌هایی که تا این وقت از سوی مقامات صرف نظر شده است. یک مرکز امدادی عربستان سعودی برای 7000 عائله کم‌بضاعت در تاجیکستان یاری بشردوستانه می‌دهد. نمایندگان مرکز امداد شاه سلمان 3 دکبر ضمن همایش در دوشنبه گفتند که به 35000 کس 7060 سبد خوراک تقسیم کرده می‌شود. در خبرنامه رسمی آمده است مبلغ کمک‌ها $350,000 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. قرار است این یاری‌ها در عرفه ماه رمضان از طریق جمعیت هلال احمر به کم‌بضاعتان تقسیم کرده شود. ماه رمضان در نیمه دوم ماه فوریه سال 2026 فرا می‌رسد. مرکز امداد شاه سلمان اول سال 2025 هم به 7000 خانواده کم‌بضاعت تاجیکستان 490 تن یاری بشردوستانه داده بود. به هر خانواده قریب 70 کیلو آرد و روغن و لوبیا و مکرون و شکر. اما صفت این محصولات انتقاد بعضی خبرنگاران را به میان آورد، هرچند نمایندگان سفارت عربستان گفتند آنها پول می‌دهند و محصولات را شرکت‌های تاجیکستانی انتخاب می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 دکبر را فرا می‌گیرد. 31 دکبر سال 1908 باباجان غفورов یکی از معروفترین دانشمندان تاجیک عصر 20 تولد شده است. از سال 1946 تا 56 رهبری اول جمهوری تاجیکستان و از سال 56 سروری پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علم‌های SSSR بود. کتاب تاجیکان از مهمترین آثار باباجان غفورов می باشد که تا امروز چندین بار بازنشر شده است. این قهرمان خلق تاجیک در 68 سالگی درگذشت.
31 دکبر سال 2011 در دوشنبه جوانی که با لباس بابایی برفی به تبریک همسایه ها برآمده بود در پی حمله گروهی نورسان و جوانان به قتل رسید. مقامات گفتند کشتار پرویز دولتبیکوف 25 ساله انگیزه های مذهبی و محلی ندارد، ولی برخی گفتند تعصب و اندیشه های افراطی می توانست سبب اصلی حمله فاجعه بار بر رمز سال نو میلادی شود. قتل جوان با لباس بابایی برفی در اوج بحث های سری گویا بیگانه بودن جشن سال نو رخ داد. 31 دکبر سال 2020 سازمان جهانی تندرستی بعد یک سال پاندمی کرونا ویروس و آزمایش‌های واکسن ضد کووید 19 به کشورهای عضوش نخستین اجازتنامه استفاده واکسن را داد. واکسن شرکت‌های آمریکایی و آلمانی فایزر بیونتک برای استفاده فوری اجازه داده شد. به تاجیکستان با کمک سازمان‌های بشری و حکومت‌های همکار از بهار سال 2021 واکسن‌های مختلف ضد کووید 19 وارد شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 113,115 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 923 سومانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 31 دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در سال 2025 بود. به همه شما می‌نداری میکنیم که در سال 2025 برنامه‌های ما را تماشا کردید و نظر و پیشنهادهای خود را به ما نوشتید. امیدواریم که در سال 2026 نیز برنامه‌های ما را پیگیری میکنید. برایتان سال پربرار و نیکو تمنا داریم. خدا نگهدارتان.